سلام دوستان، امروز میخوام در مورد یه ربات کلیکی باهاتون صحبت کنم که خودش میره براتون سایت های کلیکی رو انجام میده. دقیقا درسته، یعنی خودش همه این کار رو انجام میده. شما فقط کافی سایت رو بهش معرفی کنید و کافیه که 10 دقیقه الی 20 دقیقه بهش وقت بدین و دیگه کاری نداشته باشین. یعنی روزانه 10 دقیقه الی 20 دقیقه وقتتون رو میگیره و در کل دیگه با این نرم افزار کاری نداریم. فقط هر روز باید به اینو استارت بزنید، چون سایت های کلیکی به صورت تبلیغات نامحدود همشون فیکن. یعنی سایت هایی که شما فکر میکنید که شما الان با این سایت میتونید 5000 تا تبلیغ رو ببینید و روزانه مثلا $10 $20 کسب کنید، این درست نیست. سایت ها فیکن و تبلیغات الکی شما دارین میبینید و هیچ واریزی ندارن. همه سایت ها 10 الی 20 تا تبلیغات توشون دارن که مجموع اینا مثلا کلا روزانه بخواید انجام بدین خیلی طول میکشه. یعنی 20 تا یه سایت، اگه بهتون 30 تا سایت معرفی کنم یعنی 600 تا سایت رو شما باید ببینید. ولی خب با این نرم افزار شما میتونید در عرض 20 دقیقه الی نیم ساعت کل این سایت ها رو انجام بده به صورت اتومات. دیگه اصلا به شما حتی احتیاجی هم نباشه. فقط اولین بار یه مقداری وقت زمان بره، شاید یه ساعت مثلا ثبت نام سایت ها زمان ببره، ولی خب در کل دیگه بقیه روز راحتی تا به مبلغ برداشت سایت ها برسه و بتونید از اون سایت ها برداشت کنید. حالا میریم سراغ آموزش. نگاه کنید، چیزهایی که شما احتیاج دارید اینه که یه مولگر فایرفاکس رو حتما نصب کنید. اگر ندارین برید تو گوگل حتما نصبش کنید. فایرفاکس رو که باز میکنید شما به یه اکستنشن نیاز دارید. این اکستنشن رو شما باید اضافه کنید به اسم، نگاه کنید همون کاری که انجام میدم میتونید اضافه کنید به اسم ایکس کوکی. اینتر رو که میزنید میره سرچ میکنه و این اولین ایکس کوکی، این که قرمز و دایره شکله، این اولیه رو نصب میکنید. حالا جلوتر میگم این کجا به کار میاد. شما فقط نصب کنید، یعنی تنها کاری که میکنم قدم به قدم کاری که من انجام میدم شما انجام بدید. ما این ایکس کوکی رو نصب کردیم و با این صفحه کاری نداریم. میایم اینجا، شما یه فیلتر شکن احتیاج دارید. بعضی از سایت ها به خاطر اینکه بعضی از سایت ها فیلتر هم و نمیتونیم ما ازشون استفاده کنیم، خب این فیلتر شکن راحته. یعنی مثلا میتونید همون اول همه این کارو با فیلتر شکن انجام بدین، دیگه خیالتون راحت باشه، به این ربات ثبت نام کنید و دیگه نیاز ندارید. بعد من یه فایلی آماده کردم اینجا به صورت ورد که توش سایت هایی که لازمه برای شما رو گذاشتم. خب این دوتا سایت اول سایت هایی هستند که الان نگاه کنید با گرفتن کلیک کنترل و یک کلیک چپ سایت باز میشه. دیگه نیازی نیست اینا رو یکی یکی کپی کنید. یک کنترل یک کلیک چپ سایت ها باز میشه. این مقدار سیستم من ضعیفه، عملی کردش همین اون همون کپی کنید فکر کنم بهتره. ولی خب زیر ویدیو اینا رو من قرار میدم راحت، شما فقط کافیه کنترل رو بگیرین و روی هر کدومشون کلیک کنین، خیلی راحت باز میشه. حالا این باز نشد نکنین. این سایت خوبیش اینه که به شما اینا PTC ها یعنی پی تو کلیکه، یعنی به شما در مشاهده فیلم، آهنگ، نمیدونم بنر سایت ها یا هر چیز دیگه به شما مقداری پول میده. اینا رو به صورت رتبه‌بندی چیده که شما مثلا برین توش ثبت نام کنین، سرمایه‌گذاری کنین، یا من اصلا پیشنهاد سرمایه‌گذاری نمیدم، ما می‌خوایم رایگان کسب درآمد کنیم. نحوه پرداختیاشونه که با بیت کوین، اسکریل، پیپال و خیلی چیزای دیگه، پایر هم داره. میایم اینجا مثلا مقدارش میگه $3 رسیدی میتونید برداشت کنید، $2 اینا 1 سنت. یعنی این سایت رو شما آفر باکس که برین تو شما 1 سنت که رسیدی میتونید برداشت کنید. خیلی جالبه، خیلی قشنگه همین شما. یعنی و 2 سال هم سابقه کار داره، بالایش 11 سالی که سابقه داره این کار. یعنی چیزایی که الکی نیستن، جدید نیستن و لجیت که بگیرن اینا، یعنی اسکم نشدن. این سایت ها نیو میگیرن، جدید اومدن، اینا ممکن هر لحظه اسکم بشن، ولی خود همین جدید اومده خودش 7 ماه داره کار میکنه و پرداختی داشته. حالا کاری با اینا ندارین، شما میتونید هر کدوم از این سایت ها رو خواستین تست کنین و وارد نرم افزار کنین. حالا من زیاد اینجا کشش نمیدم، میریم سراغ نرم افزار.
نگاه کنید نرم افزاری که باز میکنین یه همچین حالتیه. افزار بیاد بعد نگاه کنید شما با یه همچین حالتی این ارور رو اصلا در نظر نگیرید. شما چیزی میاد به صفحه که مهم نیست. نگاه کنید سایت ها اینجا من اضافه کردم، الان 32 سایت اضافه کردم و چیزایی که به دست آوردمه. حالا اینا هم زیاد مهم نیست، حالا من جلوتر اینا همه یکی توضیح میدم بهتون. شما برای اینکه یک سایت رو اضافه کنیم بعد گزینه نیو رو بزنید. خب من سایت ها رو همه رو بهتون معرفی کردم. نیو رو میزنین، این توی موزیلا. توی موزیلا که رفتین الان من بهتون یه سایت پیش‌فرض سایت یادتون باشه قبلش حتما اینو من حالا اینو برمیدارم جلوتر، ولی خب شما اگه دیدین هست برش دارین. صفر عدد یکش رو برده جلوتر اینجا شما باید ریجستر کنید توی سایت، ثبت نام کنید. یعنی این سایت ها همشون همینن، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی شما فقط کافیه توی این سایت ها ثبت نام کنید. یوزر نیم این چه فول نیم مهم نیست، یاد هر چی گذاشتین. یوزر نیم خود نباید یادتون بره، چون وارد این سایت لاگین که میخوایم بشین یوزر نیم پسورد میخواد. یعنی یوزر نیم و این دوتا که کنار همن یادتون نره. بقیه چیزا مهم نیست. ایمیلاتون هم فیک نزنین، چون بعضی موقع برای که وارد سایت بشین یه ایمیل برای مخصوص این 34 تا سایتی که بهتون معرفی میکنم بذارید. چون بعضی سایت ها بهتون ایمیل دریافتی میده، میگه باید برید حتما ایمیلتون تایید کنید تا ما شما رو وارد سایت کنیم. ایمیلتون رو بزنین اینجا و همینطور پسوردتون، دوباره تکرار پسوردتون و اینجا آدرس کیف پول پایرتون یا آدرس کیف پول بیت کوین. اینا رو اگر بلد نیستین آموزش های هست آماده است، میتونید تو آپارات پایر بیت کوین اینا کیف پولاشون رو افراد مختلف گذاشتم، منم گذاشتم، میتونید سرچ کنید آموزش کیف پول پایر، آموزش کیف پول بیت کوین و همه فیلم ها رو نگاه کنید. حالا اینا دیگه آموزش نداره چیا اینجا وارد کنید، خیلی راحته. شما باید اینجا ببینم بعد تو اینا کلا از من بهتر بلدیم، ولی خود در کل دارم بهتون میگم. میگه که سوالای سکیوریتی کوئسچنه، یعنی مثلا چه چیزایی اینجا بعد پر کنید زیاد مهم نیست. این که مثلا فیوریت شما چیه، حالا فرقی نمیکنه ای بذارین اینجا، مثلا جابتون چیه بی بزنین فرقی نمیکنه. اینا مثلا نباید تاریخ رو مثلا دقت کنید که بعد ازتون سوال کرد اشتباه نه بالا 18 سال بزنید، مثلا 1990 یک مثلا 1995. اینو دیگه همیشه یادتون باشه. کجا به دنیا اومدین، مثلا ایران و میل یا فیمیل، مرد خانم، مردش انتخاب میکنین و این کد رو میزنین، وارد سایت میشین. من زیاد طولش نمیدم چون ریجستر کردن خیلی راحته. همه سایت ها حالا این شکلی نیست، ساده تر از اینا، فقط این مدل بالا رو داره و شما وارد سایت میشین لاگین میکنیم. ما میخوام سریع بریم که به آموزش از قبل اینجا بوده، اینم که سریع وارد سایت بشیم که توضیح بدم چجوری وارد نرم افزار بشیم، نرم افزارش بکنیم. فرست جاب من تلگرام باریستا، چون اینا سیو میکنی میمونه و دیگه نیازی هر دقیقه جواب بدید. شما اینو حتما انجام بدید. اینجا صفحه داشبورد. خب اینجا که صفحه داشبورد رو میبینیم، یعنی این رفرال کد شماست. اینا اگه دوست داشتید میتونید زیر مجموع بگیریم که نیازی هم نیست. من با این نرم افزار بهتون گفتم که چجوری پول در بیارید. الان تنها کاری که باید انجام بدید، خب این سایت شما این بالا اسم این سایت رو نگاه کنید. اسم این سایت از .com کپی کنید. ببین اگه من تو سایت باشه خب نیست. نیو رو بزنید تو این نرم افزار. این بالا نکنین http باشه .com هم آخرش تموم شد. همون چیزی که اینجا هست. حالا بعضی سایت ها مثلا www ندارن، مهم نیست. خب فقط شما از .com به بعدش رو نگین، همون .com. خب شما که اینجا .com وارد میکنین اسمتون رو باید وارد کنین و پسوردتون رو. این دیگه خودتون توی یوزر نیم و پسورد زدین، بهتون گفتم دیگه. ایمیل و اینا رو دیگه نمیخواد.
اینجا بعد اینجا اون اکستنشن کوکی که گفتم نکنید همیشه روی اکانتتون باشه، یعنی صفحه‌ای که بالاش نوشته باشه اکانت یا صفحه‌ای که عکس دارید مشاهده می‌کنید، یعنی همین صفحه باشه، صفحه اصلی، اولی صفحه‌ای که باز میشه تو همین صفحه باشه. این کوکی کپی نکنید، این کپی رو که بزنین همه اینا رو کپی می‌کنین. این کدیه که برای این صفحه اختصاصی شما واردش که شدین اینجا پیستش می‌کنین. اینم برای شما خالیه. حالا من اینو بهتون میگم کجا پیدا کنین. اینم باید پر کنین. اینو حالا چجوری یوزر ایجنت رو یه سرک باز میکنین. اینجا نوشته من از چه مدیری استفاده میکنم. اینو کپی و من دوباره اون قضیه من اینا رو براتون پاک میکنم، نمیذارم باشه، ولی خب حالا تو اینجا آموزشی بود من اینا جدا خواستم بکنم. نیومد. من یک بار دیگه تست کنم. من ویدیو رو استاپ میکنم، میرم اینو درستش میکنم، لینکشون اشتباه میرم درستش میکنم و برمیگردم دوباره ادامه حرفمو توضیح میدم بهتون. خب دوستان ما برگشتیم، الان میخوام براتون توضیح بدم. اون لینکش متاسفانه مشکل داشت، من اونو گرفتم با لینک کوتاهش کردم و درستش کردم. خب شما اینو کپی میکنین و توی مرورگر همون فایرفاکس اضافه میکنین. اینا رو همه رو من برمیدارم. وقتی اینو میذارید اینجا نگاه کنید تو همچین صفحه باز میشه. خب یا همینو میتونید سرچ کنید، این چیزی که این بالاست رو میتونید شما سرچ کنید. تو اینجا متوجه میشین که یه چیزی نوشته شده. اینو کلا برای هر فایرفاکس متفاوته، نه اینو بنویسین یا اینو تایپ کنین، برین بر خودتون حتما انجام بدین و برای هر موزیلایی که نصب میکنین ورژنش و ویندوزتون همه متفاوته. شما اینو کپی میکنین، اینجا که نوشته شده رو کپی میکنین، تو قسمت همون ربات میاین اینجا الان مثلا خالیه. خب خالیه موقعی که میای خالی، اینو بیاین پرش کنیم، پیستی که بزنیم پر میشه. نکنید کوکیو که بهتون گفتم اینو گفتم، پسورد این یوزرنیم فقط این، دیگه چیز دیگه اینم هست. شما این اولش که میخواین وارد بشین این ممکنه رو گزینه دیگه مثل این یا هر چیز دیگه ای باشه. خب اینو حتما بیاین رو PTC Evolution. خب حتما روی PTC Evolution باشه، اینو دقت کنید. من یادم رفت و خوب شد یادم اومد. دوباره ویدیو رو مجبور میشم از اول ضبط کنم به خاطر همین یک موضوع. این PTC Evolution رو شما هیچ وقت فراموش نکنید. اوکی که میزنین این وارد میشه. نگاه کنید این 5 مهم نیست، این 5 میتونید بردارید. این یعنی مینیمم برداشتی از این سایت. این خودش به صورت مثلا سایتی که وارد میکنید خودش به صورت رندوم مینویسه. اون مهمم نیست زیاد، چون شما وارد سایت بشین میدونید برداشت از اینجا فقط یه عدده. شما اینو که وارد میکنین همه چیزش اگر درست باشه، یعنی طبق این برنامه پیش رفته باشین، یعنی نیو رو زده باشین یا خیلی چیزهای دیگه، دیگه نیاز نیست تو این سایت بمونی، یعنی کاملا اینو ببندین و دیگه کاری علنا باهاش ندارید. خب شما چیکار میکنید؟ فقط کافی یه پلی رو بزنید برای همین سایت. نکنید همین سایت که الان توش بودیم همه اونا رو زدیم، این پروسه رو انجام میده، ثبت میکنیم تا کامل انجام بشه. ناکنین میگه 15 تا تبلیغات پیدا کرده، از 15 تا هیچیشو فعلا ندیده. ناکن شروع میکنه به دیدن. ممکنه برای اولین باری که شما این برنامه این سایت ها رو نصب کنیم، چون ربات هنوز نمیشناسه که کپچرها چجوری رد کنه، یه چند تا کپچر ساده در حد مثلا دیدن چند تا کلیپ، میگم دیدن
در حد اینکه مثلا 4-5 تا سراشون مثلا بالای یکی سرش پایینه. خب اون یه نونه که متفاوته رو باید انتخاب کنیم. حالا مثلا ما وارد سایت ها میشیم و یکیشون رو انجام میدیم، مثلا این انداز کنیم یه تبلیغات رو الان مشاهده کرد، متوجه شدین چی شد؟ این 15 تا رو نگاه میکنه و وارد سایت میشین، همونطوری که میبینین نگاه کنید مثلا این سایت تا الان به من این مقدار دلاریه که تو اون سایت درآمدزایی کردم، مثلا این 32 سنت. اینا صفر نیستن. خب اینا نکن 25 از 25 اینا اوکی، اینا صفر که شده یعنی من اینا رو انجام دادم و دوباره زدم و چیز نشده. اگر دیدیم که ارور میده مثل لنر ارور یا مثلا رانگ اسکریپت، نها کنین این سایت ها جوری طراحی شدن که به ما تبلیغات نشون میدن و ما از دیدن تبلیغات مقداری درآمد ما کسب میکنیم، مقداری درآمد سایت کسب میکنیم. یعنی سایت پاورجا مونده به خاطر اینکه مردم توش سرمایه گذاری میکنن که تبلیغات ببینیم. این چه موقعی ایجاد میشه؟ موقعی که ما روی صفحه‌ای که مثلا می‌بینیم یک عالمه تبلیغات داره، یک کلیک می‌کنیم 2 تا صفحه دیگه جدید باز میشه به عنوان تبلیغات. خب برای اینکه این میره دنبال اون 2 تا صفحه‌ای که باز شده، فکر می‌کنه لاگینن، اونو میره اون تو رو می‌بینه اصلا چیزی نیست و میگه اشتباه هستن، شما اون کوکی که وارد کردین اصلا کلا اشتباهه. در صورتی که اشتباه نیست. یه 3-4 بار این موضوع رو بزنین، یعنی فقط برای این بقیه رو کار نکنین. اینو از این آلو که میزنین همه رو ریست میکنه و همه رو انجام میده. شما فقط برای این هی بزنید باز نشد، برین کلیک راست کنید روش آپدیت، یعنی این کوکی این چون سیو میشه میره دیگه، میره از اینجا حذف میشه، تو خودش سیو شده. این کوکیشو دوباره عوض کنید. عوض کردن این که دوباره همون مرورگر رو مثلا میزنید باز میشه و دوباره نکنید مثلا همین سایت من چه همه کارش انجام دادن رو همین مانو بازش میکنید. گزینه اکانت نمیبرتتون تو اکانت به خاطر اینکه سپتامبر بود. این فقط تنها سایتی که اینو داره اینه. من نمیدونم بقیه سایت اصلا این شکلی نیستن. این اکانت کوکیش دوباره کپی و مثلا ما میخوایم این کار نکرد استوپش رو بزنیم، آپدیت رو بزنیم. این حالا که داره کار میکنه مثلا این همش رو بگیریم با کنترل A همه رو بگیرین پاکش کنیم و دوباره کوکی جدید رو پیست کنیم اوکی و دوباره بزنین اون راه میافته. اگر راه نیفته چند بار این کار تکرار کنید تا راه بیفته، مشکلی وجود نمیاد. این لنر ارورا به خاطر اون سایتایی که فیلتره یا اینکه سرورشون شلوغه، یعنی یهو میره با ارور که هاست رو پیدا نکردیم روبرو میشه. این هم همون حالته. شما باید چند بار اینو تست کنیم با فیلتر شکن بدون فیلتر شکن، هی بریم بیایم به هر حال. یا اینکه انقدر صبر کنین همه سایت ها کارشون تموم بشه، یعنی 10 دقیقه یه رو دیگه همه اینا تموم میشه. همشون که تموم شد شما بیاین این چارت ها رو مثلا جداگانه یکی یکی انجام بدین. کار ساده ایه. الان من براتون همه رو یه جا انجام میدم. ما میخوایم الان همه رو با هم انجام بدیم. نکنید خیلی هاشون ارور میدن، خیلی هاشون نمیدن توش، خیلی هاشون مثلا نکنید رانگ اسکریپت رو زد نکنید دوباره بزنید چون وارد یه تبلیغات میشه. اینم همینطور نکنید اینا که رانگ اسکریپت میزنه رو دوباره بزنید، انقدر بزنید که واقعا وارد سایت بشه. بعد اینجا متوجه میشین یه تبلیغات پیدا کرد داره انجام میشه. این 25 تا تبلیغات بود همه رو دیده چون من اینا همه رو انجام دادم. 17 تا تبلیغات 25 تا اینا نکن میره برای انجام دادن و همه رو میبینه. اگر برای شما اینجا سوالی پیش اومد که مثلا ما کپچر مثلا چه جوری حل کنیم، اینجا بهتون میگه پوینت که کلش به سمت پایینه. خیلی چیز ساده ای اصلا متوجه میشید. شما همتون بهتر از من حتی انجامش میدید. خیلی هاشون اوکی شد، خیلی هاشون قبول نشد. ما همه اینا چند بار میزنیم این که داره انجام میشه. این ارور داد نکنین اینا همه من حالا انجام دادم اینا اوکی دادن بیشترشون. اونایی هم که انجام نشدن یا دارن صفحه اشتباهی باز انقدر تبلیغات میاد که صفحه رو اصلا کلا اشتباهی باز. همین صورت اینا رو انجام بدین. خیلی چیز ساده ایه. شما فقط کافیه که اولین بار خوب اینا رو وارد کرده باشین و بتونید ازشون یعنی
انجام داده باشین، تک تک این مراحلی که بهتون گفتم انجام داده باشین و بعد از اینکه به حد اون سایت رسید، مثلا ما الان همین که داره انجام میشه نیم سنته، ما اینو میریم توش. نه اکثرا با فیلتر شکن کار میکنن، چون همش فیلتر، یعنی هر جا که نگاه کنیم فیلتر. لاگین میشیم. یه چیزی بگم، شما وقتی تو نرم افزار لاگین شده بهش نمیتونی اینجا دوباره لاگین بشی. نکنید چیز ساده، یا ساین اپش و لاگینش همون اسم، پسورد و که با حروف درشت، حتما درشت. اینا رو خود ربات شما همه اینا رو حدس میزنه. سریعتر رد بشه اینو بزنیم میره. نیاز نیست این فرستم. اینا که پرداختی هاشه تایه رفت کنی پیپال، اینا زیاد مهم نیستن چون همش با بلاکه، فقط بلاک فیلده، چون پایه از همه راحت تره، آموزشاش هم هست. ناکنه اینجا نوشته بالانس شما نیم سنت. اگر میخواید برداشت کنید اینجا هم میتونید بزنید، اینجا هم میتونید بزنید. بنر همون رفرال گیری شما، اگر میخواید زیر مجموعه میتونید اضافه کنید، اگر بخواید میتونید زیر مجموعه هم بخرید. اینجا تو رنت رفرال زیر مجموعه میفروشن، شما میتونید اینا رو به دوستاتون بدین و اونا رو دعوت کنین. ویدرال که میزنین یه مینیمم برداشتی داره، میگه شما تا به $2 $2 نرسیم ما به شما پرداخت نمی‌کنیم. اگر میخوام ببینید که اینا تا الان پرداختی داشته، پیمنت پروفش رو میزنید، نگاه کنید پایه دوتا، یکی یه $2 همه برداشتی های افرادی هستند که تا الان وارد این سایت شدن و پیپال $2 $2 $3. خیلی راحته. اینا همشون احتمالا یا زیر مجموعه خیلی قوی دارن، اینا $7، یا اینکه دارن همینجوری به صورت اتومات وار، برای اینکه تبلیغات هم ببینی. ارمانی همیشه ارمانی. منتظر اینا تموم شه، چون بهتون گفتم بذارین چند تا تموم شه بعد اینا رو اجرا کنین. خودش هم دوتا کنین. بعضی سایت ها میان می‌نویسن آقا اسکم، نو چیت، اینا رو نگاه کنین. اگر شما بیاین اینا رو، یعنی کل این متن رو که کپی کنین توی رباتتون و سیو کنین، یعنی کجا؟ اینجا نگاه کنین. حالا من یه برفرض گذاشتم یه چند تا چیز. شما اگر بیاین نو چیت نو چیت نو چیت اینا رو اگه اضافه کنی، خوبیش اینه که بعدا اگه این ارورا رو دید واردش میشه. اینا چون همه رو دیده ها، ولی چون اینا نو چیت گذاشتن این نمیتونه وارد اینا بشه. برای همین شما باید این نو چیت رو اضافه کنید تا اینا رو ببینن. حالا بر فرض مثلا ما یه دونه از این اینا رو نگاه میکنیم، من بهتون بگم اون عروسک برعکسه یا خیلی چیزای دیگه. برای اینکه شما بیان این همه تبلیغات رو ببینیم با این نرم افزار ساده، با این کار خیلی راحت بهتون گفتن که چجوری کسب درآمد کنید. این 17 تا رو دید، 10 تا اینجا قراره ببینه. خیلی راحته، یعنی واقعا راحته. 23 دقیقه شد، من معذرت میخوام. ناکنی میگه اونی که دان پیچر سرش به پایینه، نگاه این بالا 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 و این تنها چیزی که برعکسه، اینو میزنیم و همه اینا تو ربات انجام میشه. ولی فکر کنم برای اولین بار باید تو ربات اینا رو بزنیم انجام بشه. ربات اینا رو حفظ میکنه، یعنی میره تو حافظه، چون همه سایت هایی که معرفی کردم همه کپچراشون همین شکلیه. یعنی چیزی به اسم من ربات نیستم و اون تیکو بزنه عکس متفاوت رو لایک کنه نیست، همه همین شکلیه. حالا این پریز ویت میخواد، من اینترنت هم ضعیفه، کاری نداریم، میریم همون شده رفت. اینا نکنید توسط ربات اینا رو دیده. ببینید این نامحدود نیست، تبلیغات ها یه جا تموم میشه و ربات دیگه نمیبینه. خودتونم بیاین چند تا رو دستی حتما انجام بدین. چرا؟ چون اینا اگه بفهمن شما ربات گذاشتین قطعا شما رو بلاک میکنن. این ساعت 12 ریست میشه، دوباره آگهی‌های جدید میاد. حتما به صورت دستی بیاین 5 تا حداقل از هر سایتی که گیر کرده رو بشینین نگاه کنین.
بعضی از این آگهی ها رو که شما نگاه میکنید اینجا راین میزنه، یعنی اشتباه شده، اینا دلیلش اینه که شما یه بار سایت رو باز کنید، شاید یه چیزی گیر کرده، مثلا یا مثلا فیلتره یا یه چیزی واقعا گیر افتاده. مثل این میمونه که میخواد صفحه لاگین رو بره، پسورد مثلا یه جا گیر کرده، یه جا مثلا اشتباه زده، این که اصلا احتمالا فیلتره چون خیلی طول کشید تا باز شه، یا خیلی کارهای دیگه. چیز ساده ایه. شما اگر دیدین باز اینجا فیل زد لاگین، اصلا میگه لاگین فیل، این یه بار دیگه مثلا باید استارتش رو بزنین که لاگین رو رد کنه، این لرنر اروره یا خیلی چیزای دیگه. اینم که مثلا میبینیم که مثلا میگه شما مینیمم برداشتیش 2 سنت، شما به 3 سنت رسیدیم میتونیم برداریم. حالا بستگی به خودتون داره و اینو اوکی شده. حالا کاش که من نمیزدم دیشب، میومد از صبح برای ویدیو رو اینجا پر بود از اینایی که داشتن ثانیه میزه و یکی دو تا ممکن بود مورد مشکل دار بر بخوریم که حالا احتمالا اینو نیاز به فیلتر شکن داره که نمیره توش، یا اینکه شما برین حتما آپدیتش کنید. و دیگه خودتون دستتون میاد دیگه کدوم سایت هایی که مثلا درآمدش بهتره نگرش دارین، کدوم ها رو میتونین با کلیک راست کردن دلیتش کنین یا نگرش دارین، یا خیلی کارهای دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم چون چیز ساده ایه. شما همه رو همین مدلی انجام بدین. اگر ارور زیاد شدن اصلا نترسین، یه جایی مشکل داره یا باید فیلتر شکن رو روشن کنین. الان مثلا من نگاه کنین اینا 3 تا پریدن، بذارین من فیلتر شکن رو روشن کنم، شاید به خاطر فیلتر شکن باشه. چون دلایل متفاوته، باید ببینین که مشکل از کجاست. این خودتون انقدر برین تو سایت بگردین و واقعا مشکل رو پیدا کنین. حالا ویدیو داره طولانی میشه. دوستان همین کار رو انجام بدین، سایت ها رو باز کنین، توش لاگین بشین و خیلی کارهای دیگه. اینا رو انقدر بزنین چون تبلیغات میاد و نمیذاره. نکنین این الان من دوباره زدم 4 تا تبلیغ پیدا کرد و شروع کرد دیدن. نکنین این با فیلتر شکن کار میکرد. انقدر این کار رو انجام بدین که اینا دیگه اوکی بشه. اگرم اوکی نشد دیگه بیخیالش بشین، لابد برای امروز شما رو بلاک کردن یا مثلا 24 ساعت دیگه بعد برین. یا اینکه اگر ارورای دیگه ای داد شما برین تو سایت 4 5 تا تبلیغات، چون الان ویدیو وقت نیست من این کار انجام نمیدم، 4 5 تا تبلیغات خودتون ببینید و خودتون انجام بدین. و همین سادگی، چیز خاصی نداره. اینکه ماشاءالله همینجور داره این سایت تبلیغات نشون میده. بعدا اینکه به سطح برداشتیاتون رسیدین، مثلا اینجا $2 همه شدن $2، شما برین فقط سایت رو باز کنین و کیف پولتون رو بزنین و ویدرالش رو بزنین و پولتون رو دریافت کنین. و همین سادگی، هیچ چیز خاص دیگه ای هم نداره. شما اینا مینیمایز میکنین و پایین. اینا هم سایت هایی که بهتون گفتم، وقت بزنین یکی یکی ثبت نام کنین و یکی یکی وارد این نرم افزار کنین. دیگه کاری نمیمونه. از فیلتر شکن کمتر استفاده کنید، آی پیاتون تغییر نکنه، آی پیتون ثابت بمونه. چون هر دقیقه بخواید آی پی تغییر کنه، خب اینا متوجه میشن یا ربات یا پروکسی یا فیلتر شکنه و شما رو بند. دیگه فکر نمیکنم چیز خاص دیگه باشه. اگرم با سوالی داشتین تلگرام بنده میتونید پیام بدین. آیدی بنده، حالا من خودم که بهتون پیام دادم، یا اگر ویدیو رو تو آپارات یا جای دیگه دیدین، من ادساین MHMDRP 1375 به این آیدی توی تلگرام پیام بدین، خودم هستم و جوابتون رو حتما در اسرع وقت میدم. دیگه بستگی داره زمانش که باشه دیگه. عزیزان ساعت 2 صبح 3 صبح من پیام دادم، بعد شاکی بودن که چرا جواب ندادید، که منم آدم بیزاد هستم و اون ساعت امکان داره خواب باشم. ولی اکثر مواقع من بعضی موقع تا ساعت 2 بیدارم و اکثر مواقع جواب همه دوستان رو میدم. یعنی کسی نمیمونه که جا بمونه و پیامش استیل نشده باشه و از من کمکی دریافت نکرده باشه. سایت های زیادی میشناسم، اگر خواستید سرمایه گذاری کنید بنده در خدمتتون هستم. اگر نه، سایت کلیکی که تا جایی که تونستم براتون آوردم و کپی کردم و وقت گذاشتم. لطفا همه اینا رو انجام بدین.
دیگه واقعا چیزی نمونده. شما میتونید برید واقعا توی سایت فاکسی ریتینگ، سایتی که دوست دارین اضافه کنید. من از بین 300 تا سایت فقط این 34 تا رو پیدا کردم. شما میتونید سایت های زیادتری و بیشتری رو دیگه واقعیتش کار دیگه نداره. توضیحاتم دیگه تموم شد. اگرم سوالی بود بنده روی آیدی در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.